سلام بینندگان عزیز، نویدی بامدادی است از رادیو آزادی تقدیم شما. امروز سه‌شنبه 12 می و ساعت به وقت پراگا رسا 7 صبح است. من عبدالله اشرف هستم و در چند دقیقه دیگر خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را برایتان میرسانم. عبدالله غربتی، خبرنگار 23 ساله آژانسی اطلاعاتی ادب پلوس در شهر دوشنبه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته است. وی شام 11 می در پیام کوتاه در این باره خبر داد و گفت تفصیلات را دیرتر می‌نویسد. مقامات در این باره هنوز چیزی نگفتند. برخی از خبرنگاران آن را حمله آشکارا به آزادی بیان و فعالیت روزنامه‌نگاری در تاجیکستان دانستند. عبدالله غربتی روزهای اخیر فعالانه مشکل شفاخانه‌ها و مسائل وابسته به بیماری همگیر را بازتاب می‌داد. خبرنگار تاجیک با نشر عکسی که زخم‌های برداشتش را نشان می‌دهد شام دوشنبه در فیسبوک نوشت که این پی چنگ دو شغال است که 1 ساعت پیش به من درافتادند و کار را تمام نکرده از ترس گریختند. ادب پلوس می نویسد که حمله ساعت تقریباً 21:20 در پیش خانه خبرنگار در نزدیکی بازار کاروان پایتخت صورت گرفته است. با اطلاع خبرنگار 2 نفر به عبدالله غربتی حمله کرده به آواز او را زدند. بعد آنکه عبدالله کوشش کرده است فریاد زند، حمله‌وران پنهان شدند. آنها یگان چیز خبرنگار را نگرفتند. آژانسی میگوید همکارانش عبدالله غربتی را برای رسانیدن یاری طبی به بیمارستان بردند. وقت‌های اخیر افراد ناشناس به عبدالله تهدیدها کرده بودند، نوشته است خبرگزاری. مقامات تاجیکستان بعد از 1 روز تنفس آمار نوی گرفتاران و فوتیدگان از بیماری همگیری کووید 19 را اعلان کردند. وزارت تندرستی اعلان کرد که 11 می در 2 روز اخیر 49 مورد نوی سیرایت‌شوی ساکنان با کرونا ویروس آشکار شده است. با این رقم شماره عمومی بیماران رسما به 661 نفر رسید. تلفات از بیماری در 2 روز اخیر 1 نفر بیشتر شده است. به اطلاع رسمی از زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس در تاجیکستان در مجموع بیش از 21 نفر از بیماری همگیر جان خود را از دست دادند. این در حالی است که هر روز در شبکه‌های اجتماعی از درگذشت چندین نفر گزارش داده می شود و در اینترنت رویخطی غیر رسمی فوتیدگان از کرونا ویروس و التهاب شش پیدا شده است. در این رویخط به حالت صبح 12 می اسم 149 نفر قربانیان بیماری کووید 19 ذکر شده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه اعلام کرد که روزهای استراحت و گوشه‌نشینی برای پیشگیری از بیماری کووید 19 در حدود روسیه به آخر رسید. در عموم روزهای تعطیل در روسیه 6 هفته ادامه کرد. پوتین گفت برآمدن از رژیم محدودیت‌ها در کشور دوره به دوره با احتیاط عملی خواهد شد. چاره‌بینی‌های عمومی هنوز ممنوع باقی می‌مانند، ولی کشور راهی برآمدن از محدودیت‌ها را پیش می‌گیرد. رژیم محدودیت‌ها را در هر منطقه رهبر آن منطقه وابسته به وضعیت معین خواهد کرد. در روسیه تا امروز بیش از 220,000 مورد سرایت کرونا ویروس آشکار شده. این ویروس سبب مرگ الکی بیش از 2000 نفر شده است. چاره‌های کرانتینی بیش از 10 میلیون مهاجر کاری در روسیه از جمله حدود 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک را نیز در شرایط سخت قرار داد. با سبب بسته شدن مرزها امکان بازگشت به وطن خود را مهاجران از دست دادند. در عین زمان صدها هزار مهاجر در این دوره در روسیه از جای کار و منبع درآمد نیز محروم شدند و درباره به کرونا ویروس گرفتار شدن و فوت ده‌ها مهاجر نیز خبر می‌رسد. اما شروع از امروز کار تمامی کارخانه‌های صنعتی و ساختمان از سر گرفته می شود و احتمال قسمی از مهاجران دوباره به کار شروع کنند. با وجود پایان روزهای استراحت و با کار انداختن کارخانه‌ها، روسیه هنوز نگفته است که مرزهایش را باز می‌کند. از این رو در روزهای نزدیک گشوده شدن مرزها و پرواز دوباره هواپیماها میان روسیه و تاجیکستان در نظر نیست. در صورت پیدا شدن معلومات در این باره بینندگان عزیز ما به شما خبر خواهیم داد. ضمناً در قزاقستان نیز وضع فوق‌العاده بیکار شد، ولی چاره‌بینی‌های کرانتینی و بهداشتی پابرجایند و آنها قدم به قدم بیکار می‌شوند. شخصانی که قاعده‌ها را ویران می‌کنند جریمه‌های کلان منتظر است. مقامات پولشا 4 شهروند تاجیکستان را به گمان کوشش جلب دیگران برای انجام حمله‌ها دستگیر کردند. آژانسی امنیتی داخلی لهستان خبر داده است که بازداشت آنها روز 7 می صورت گرفت. با اطلاع منبع شهروندان تاجیکستان برای استفاده در حمله‌ها قصد داشتند افراد را جلب کنند که به اسلام گرویدند.
ستانیسلاف ژارین سخنگوی هماهنگسازی نیروهای ویژه لهستان روز 11 می بر رسانه‌ها گفت شهروندان تاجیکستان در یک مرکز خدمات مرزبانی نگهداری می‌شوند و از این کشور اخراج خواهند شد. وی افزوده است که این افراد از ورود به لهستان و کشورهای منطقه شنگن محروم می‌گردند. به قول او شهروندان تاجیکستان به گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش نظری مثبت داشته اما عضو آن نبودند. در یک ماه اخیر بار سوم است که خبر بازداشت شهروندان تاجیکستان با گمان تروریسم در کشورهای اروپایی رسانه‌ای می شود. مقامات آلمان 15 اپریل اعلان کردند که 5 شهروند تاجیکستان را با گمان طرح‌ریزی و قصد حمله تروریستی در سرزمین رین شمالی وستفالیا بازداشت کردند. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نواری نادری دارد که می‌خواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسان‌های وایبر و یا واتساپ به ما بفرستید. رقم تلفن ما +420 724 05 39 59 است. یادآور می‌شویم که این تلفن تنها برای گرفتن پیام‌ها است. اگر شما خبر فرستادید ما جزئیات آن را از شما پرسان می‌شویم. نیروهای حکومت افغانستان میگویند 3 عضو بلندپایه جناح آسیای جنوبی گروه دهشت دولت اسلامی یا خود داعش و از جمله رهبر این بخش ابو عمر خراسانی را دستگیر کردند. وزارت امور داخلی افغانستان ابراز داشته است که آنها چند روز پیش در یک عملیات در کابل بازداشت شدند. به گفته ریاست امنیت ملی افغانستان همراه با ابو عمر خراسانی رهبر بخش اکتشافی و روابط جمعیتی گروه دهشت دولت اسلامی در افغانستان بازداشت شدند. 6 می نیروهای امنیتی افغانستان در منطقه شکردره عملیات پیاده نموده 5 عضو داعش را کشته چند تن دیگر را به حبس گرفته بودند. روح الله حکیمزاده رئیس پیشین بانک دولتی امانت بانک روز 11 می فوتیده است. یک روز پیش پسرش کرامت الله درگذشته بود. مسئولان بیمارستان مرکزی ختلان سبب رسمی فوت پدر و پسر را التهاب شوش و یا پنیمونیا گفتند، ولی مرگ پیهم آنها خلاصه رسمی را زیر شبهه گذاشته است. طبیبان ولایت ختلان میگویند روح الله حکیمزاده بیماری قند هم داشت، اما سامانه اخبار روز 11 می با تکیه به منابعش نوشت که رئیس سابق امانت بانک و پسرش از کرونا ویروس فوتیدند. به نوشته سامانه روح الله حکیمزاده و فرزندش 2 هفته باز با علامت‌های التهاب شوش و کرونا ویروس در بیمارخانه قریه بالای شهر باختر تحت طبابت قرار داشتند. علی خان نورعلیزاده سردختور بیمارستان ولایتی به نام بوری واحدوف در شهر باختر به خبرگزاری آزیا پلوس گفته است جسد مرحوم با رعایت تمام طلبات‌های اپیدمیولوژی دفن کرده شد. روح الله حکیمزاده تا سال 2013 معاون وزیر مالیه تاجیکستان بوده، بعداً تا سال 2014 رئیس آژانسی حفظ اجتماعی و از سال 2015 تا ماه ینور 2019 رئیس امانت بانک بود. ولی در جلسه سالانه حکومت رئیس جمهور او را همراه رئیس سابق تاجیک ایر برای کمبود در کارشان از تالار جلسه جواب داد. بعد از برکناری معلوم نبود که حکیمزاده به چه کار مشغول بود. و بیننده ارجمند، یک خبر تعجیل هم داریم. در شبکه اجتماعی اینستاگرام این زمان خبر نشر شد که گالینا پرفیلیوا از مقام نمایندگی سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان به استعفا رفته است. در این باره به تفصیل بعدتر برای شما اطلاع خواهیم داد و در سامانه رادیو آزادی هم شما میتوانید تفصیلات این خبر را مطالعه نمایید. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان تصمیم گرفت که مدت بود و باش شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی را که موقتا در حدود تاجیکستان قرار دارند تا 1 ایولی 2020 خود به خود تمدید می‌کند. بنابر اطلاع وزارت کارهای خارجه جمهوری، این قرار در چارچوب چاره‌های اندیشیده شده در مورد پیشگیری بیماری کووید 19 قبول شده است. اول ماه اپریل نیز با همین مقصد در تاجیکستان در مورد ورود و خروج شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی طریق همه منطقه های نظارتی و مرز دولتی تاجیکستان محدودیت ها جاری شده بودند. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوق در مشورت کاری عاید به مقاومت با کرونا ویروس که روز 11 می برگزار شده است توصیه داد که رفت و آمد شهروندان بین شهر و ناحیه‌های ولایت
محدود کرده شود. بنابر اطلاع خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوخت، رئیس ولایت به مسئولان دستور داد که در بین مردم کارهای فهماندهی را بیشتر کنند. احمدزاده گفته است حال هم در شهر و دهات ولایت ساکنان به استفاده از نقاب گشت و گذار دارند و قاعده های گیگینی را به طور ضروری رعایت نمی کنند. مسافه بین یکدیگر جمع آمدن و مقدار زیادی مردم در نقطه های فروش خوراک عمومی رفت و آمد بین خانواده ها تا حال ادامه دارد که رعایت نکردن معیارهای بخطری باعث زیاد پهن گشتن بیماری میتواند شود، گفته است او. با دستور رئیس ولایت سوخت بین شهر و نواحی ولایت بدون ضرورت رفت و آمد شهروندان محدود شده و نظارت رجه گوشه‌نشینی پرزور می شود. دفتر مطبوعات درباره چگونه جاری شدن این توصیه ها و با کدام رجه عمل کردن آنها معلومات نداده است. بیننده ارجمند، در پایان برنامه با درخواست شما همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که امروز از جانب بانک ملی معین شده است، $1 آمریکایی 10 سامانی و 26 درم، 1 یورو 11 سامانی و 12 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 138 سامانی تعیین گردیده است. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نویدی بامدادی. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما می شود. ما را همراهی کنید.